درود به کاپیتال عزیز، محمد معذبی هستم. اینجا استودیوی کاپسی. میخوام در این قسمت چند تا ترفند یا چند تا شورتکات از کروم رو بهتون یاد بدم. این شورتکات ها بهتون کمک میکنه تا از کروم بهتر استفاده کنید. بریم سراغ اولیش. شما با زدن کنترل و جی وارد بخش دانلود هاتون میشین و میتونید تمامی چیزهایی که دانلود کردین از قبل تا همین الان رو ببینید. شورتکات دوم، با زدن کنترل و اچ وارد بخش هیستوری یا همون تاریخچه کرومتون میشین. در قسمت بالا میتونید سرچ کنین که براتون پیدا کنه. شورتکات سوم، با زدن کنترل و تب به تب ها یا همون پنجره‌های بعدیتون میرین. با زدن کنترل شیفت و تب به پنجره‌های قبلیتون. شورتکات چهارم، برای اینکه سریعتر کروم رو ببندید فقط کافیه که دکمه آلت و F4 رو نگه دارین تا سریعا بسته بشه و رامتون آزادتر بشه. شورتکات پنجم که خیلی کاربردی، اگر اشتباهی یکی از این پنجره رو بسته شد، برای اینکه اون رو برگردونیم فقط کافیه که دکمه کنترل شیفت و تی رو با هم نگه داریم و اون پنجره دوباره برگردونده بشه. شورتکات ششم، برای زوم کردن با نگه داشتن کنترل و مثبت میره جلو و زوم میشه، با کنترل منفی میاد عقب و آن زوم میشه. و در آخر شورتکات هفتم، برای اضافه کردن یک سایت به قسمت بوکمارکس یا همون موردهای نشاندار شده کافیه که دکمه کنترل و دی رو نگه دارین و گزینه دان رو بزنین تا براتون اون گزینه ستاره فعال بشه و بتونین بعدها سریعتر ازش استفاده کنین. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. مرسی از وقتی که گذاشتین. لطفا ویدیو رو لایکش کنین، کامنت بذارین، برای دوستانتون هم بفرستین. اگر مفید بود سیوش کنین. کانال یوتیوب من رو هم حتما سابسکرایب کنین و زنگ بغلش رو هم فعال کنین تا جزو اولین افراد باشین که ویدیو من رو توی یوتیوب میبینید. ارادتمند شما، محمد معذبی. خدا نگهدار.